بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستانی ارجمند، این پیام ما را به دیگران رسانید تا دیگران بهره برند و شما از پاداش نیک محروم نشوید. برادران و خواهران گرامی، دنیا یک لحظه ای هست. برای سفری که انسان از دنیای فانی میکند، برای او باید یک توشه‌ای باشد از عملهای نیک. انسان یک لحظه ای هست، یک نفسی هست، یک نفس میکشی یا که نفس میبری، دیگه اون نفس نه برآوردن میتونی و نه کشیدن میتونی. پس بعضی وقتی میشود که سفر ناگهانی میشود، که سفر میکنی، شب در خواب هستی، پگای نمیخیزی، یا که شب مثل دیگر جایها که الله مسلمانان را در زیر رحمتش قرار دهد زمین جنبش های میشوند، که شب خوابی و بالات خانت چپه میشود، تو آماده نیستی برای سفر کردن. برای همین انسان وقتی که سفر که میکند، برای او را سه چیز پیروی میکند. همون سه چیز: مال و پول و مالش، فرزندا و زنش، عمل نیکش اگر عمل نیک داشته باشد. برای همین دو چیزش میگردد: پول و مالش و فرزنداش و همسرش. چقدر پولی داشته باشد، فرزندای نیک تربیت کرده باشد، خیر و برکتی برای او دعا میکنند. اگر فرزندای نیک تربیت نکرده باشد، پس برای او وبال میشوند، سختی های میشوند روز قیامت برای تربیت نکردنش، و مسئول و پرسیده میشود. زن و فرزندش میگردند با همراهیش عمل نیکش او را همنشینی میکند. اگر عمل نیکی داشته باشد که الله قبولش کرده باشد، یعنی عملهایی که خالص برای الله کرده باشد، پس بیایید من و تو یک نظر کنیم که آیا عمل نیکی داریم، عمل خالصی برای الله کرده باشیم داریم. برای همین کوشش کنید، عملهای نیک کنید، آموزید دینتون، عملهای نیک کنید که برای سفر توشه داشته باشید که توشه شما را به همون آخری راه برساند. این بود یک پند و نصیحتی برای خودم، یکم برای شما برادران و خواهران عزیز. امروز برای شما اذکاری صبح و شام پیشکش میکنیم، بعضی از ذکرهای بزرگی پیشکش میکنیم. درس نهم امروز درباره خیلی ذکری بزرگی که خیلی فضل بزرگی دارد، خیلی که از جویریه دختر حارث مادر مؤمنان رضی الله عنها روایت می شود که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم برآمد از پیش او در وقتی چی؟ در وقتی صبح، بعد نماز بامداد، هنگامی که نماز بامداد خواند و برآمد. و جویریه همسر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در مسجدش بود، در همون جای نمازگزاریش نشسته بود، همونجا ذکر میکرد. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم برآمد و بعد یک مدتی طولانی برگشت که آفتاب برآمده بود و خیلی وقتی دراز مدتی گذشته بود. وقتی که برگشت باز دید که جویریه در همون جایگاهی که نشسته بود همونجا نشسته است و با ذکر میکرد. از هم بعد بامداد تا وقتی آفتاب برآمدن و بعد خیلی از وقتی طولانی گذشته بود. پس پیغمبر چی گفت؟ ما زلتی على الحال التي فارقتك عليها؟ آیا تو در همون حالی هستی که من تو را دیدم و از پیش تو رفتم؟ در همون حالی هستی که حال ذکر کرده ایستاده ای از هم وقت تا حاضر ذکر الله در همون جایگاه نماز؟ پس گفت بلی. پس پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ گفت که لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات. گفت که من هر آینه بعدی از پیش تو برآمدن 4 کلمه گفتم. تصور میکنید 4 کلمه، همون 4 کلمه را 3 بار گفتم بعدی از پیش تو برآمدم. اگر که در ترازو برکشند همون 4 کلمه را 3 بار گفتگی من، و همون وقتی که تو نشسته بودی ذکر کردی تا همین وقت 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت چند قیمت، همون 4 کلمه من در ترازو وزن بیشتر دارن در نزد الله. تصور میکنید که 4 کلمه را 3 بار. و مادرمان جویریه از بعد بامداد تا آفتاب برآمدن 1 ساعت 2 ساعت ذکر میکرد. همون کلمه ها گفت چی هستند؟ گفت کلمه ها سبحان الله و بحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله ورضا نفسه، سبحان الله وزنة عرشه، و سبحان الله مداد کلماته. حدیث در امام مسلم است 10140. باز در روایت دیگر پیغمبر میگوید که وقتی که میگذرد و میگوید که یعنی که پیغمبر و پیش او گذشت و او در چی بود؟ در ذکر، در همون جای نمازگزارش بود. بعد آمد، وقتی که آمد قریب نصف نهار شده بود، گیم تا 8 و 9 و 10 شده بود. پیغمبر پرسید که آیا تو در همون حالت هستی؟ گفت بله. گفت که آیا من تو را آموزانم کلمه هایی که تو آنها را بگویی؟ بعد همین کلمه ها را گفت سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله، در روایت سبحان الله زینت عرشه، سبحان الله مداد کلمات. معنای این کلمه ها چیست؟
پیغمبر میگه که 4 کلمه را 3 بار، ای 3 بار گفتن پگاهی. پیغمبر چی میگه؟ سبحان الله عدد خلقه. معنای چی را دارد؟ معنای دارد که تو الله تسبیح میگویی. به چی؟ سبحان الله تسبیح گفتن است. الله پاک شماریدن از همه نقص، از همه کمبودی ها. میگوی پاک است الله از همه نقص، از همه کمبودی، از فرزند و از زن و از همه چیز پاکش میدانی. پاک شماریدنی او وقت میگوی سبحان الله به عددی همه مخلوقان تو. الله پاک میشماری به همه چه قدری که مخلوقی است در دنیا. تصور میکنی چقدر مخلوق است؟ به یک گفتنی تو همون قدر تسبیح میگویی، چندین میلیون ها بار تسبیح. یعنی با شماره عددی مخلوقانی که تو داری و مخلوقاتی که الله عز و جل دارد، او را حساب و کتاب کردن نمیتواند مگر الله خودش. تصور میکنید چقدر ذکری بزرگی است که 4 بار گفتنش 3-4 ساعت ذکر پیش میزند، برتری دارد. باز چی میگه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم؟ سبحان الله رضا نفسه. ای به مقدار چی؟ الله پاک میدانی به مقدار چی؟ رضاگی نفس الله، رضاگی ذات الله. تا آنه که تسبیح میگوی، تا آنه که الله عز و جل از تو راضی شود تسبیح میگوی. یک بار گفتنت. باز چی میگوی؟ سبحان الله وزنة عرشه. پاک استی تو ای الله به چی؟ به مقداری وزنی که عرش تو دارد. یعنی عرش چقدر وزن دارد به همون قدر من تو را تسبیح میگویم که وزنی عرش الله هیچ کس نمیدارد مگر خودش. و باز چی میگویی؟ سبحان الله میداد کلماتی. سبحان الله میداد کلماتی. میداد چی معنی دارد؟ میداد همون چیزی که پیشتر به اون می نوشتن. میداد همون چیزی که چرنیلی که به اون نوشته می شود چیزی. مثلا پیشتر او در چرنیل چی میکردن؟ همون قلم در چرنیل میزدن می نوشتن. و کلمه های الله عز و جل یعنی هرگز تمام نمیشوند کلمه های الله عز و جل. پس همون چرنیلی که به آنها چی نوشته می شود؟ کلمه های الله عز و جل. پس تسبیح گفتن، الله پاک دانستن به عددی کلمه هایی که اگر بحرها دریاها چرنیل شوند، همون رنگ سیاه شوند برای نوشتن، بحرها به آخر میرسند ولی کلمه های الله به آخر نمیرسند. به همون اندازه انسان تسبیح میگه الله که اون اندازه را کلمه های الله هیچ کس نمیداند غیر خودش. پس بینید برادران گرامی که چقدر اجری بزرگی دارد 4 کلمه که 3 بار میگویشان. با در بعض روایت ها میگه سبحان الله و بحمده عدد خلقه. ای پاک است الله و الله چی؟ سپاس میگذاری به عددی چی؟ به عددی خلقش، به عددی مخلوقانش. در بعض روایت ها میگه سبحان الله و بحمده و بحمدش و شکر و ستایشش و سپاسش. تصور کنید که قدر اجری بزرگ در این دعای بزرگ که الله عز و جل هیچ کس محروم نسازد از این دعای بزرگ. از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.